وقتی میریم کافه جلومون یه کاپ کوچیک قهوه میذارن، ولی یه دنیای خیلی عظیم داخل همین کاپ کوچیک وجود داره. سلام، من علیم و اینجا دلایته. امروز میخوام راجع به مواردی صحبت بکنم که روی طعم نهایی قهوه‌مون، عطر نهایی قهوه‌مون تاثیر میذاره. منبع محتوای این پادکستم کتاب The Physics of Filter Coffee اثر جاناتان گانیه هستش. اول اینکه میخوام ابعاد مختلف عصاره‌گیری رو بررسی بکنم، بعد برم تاثیر اندازه ذرات قهوه رو بسنجم روی طعم قهوه و بعد میخوام راجع به دما صحبت بکنم. کلا مقوله استخراج رو میخوام بشکافم. فصل اول کتابه و امروز بهش میپردازیم. استخراج، اکسترکشن یا عصاره‌گیری یعنی چی؟ وقتی ما راجع به استخراج صحبت میکنیم میخوایم ببینیم چند درصد از این دونه خشک قهوه داخل کاپ نهایی قهوهمون حل شده. درصد زیادش اصلا قابل حل نیست، مثل سلولوزی که وجود داره اصلا نمیتونه حل بشه با آب. کتاب میاد میگه با روش‌های استاندارد دماوری ما فقط میتونیم 30 الی 31.2% از دونه خشک قهوه رو داخل کاپمون داشته باشیم نهایتش. ما یه چیزی داریم به اسم average extraction yield یا بازده استخراج متوسط. چرا نمیگیم بازده استخراج؟ میگیم بازده استخراج متوسط. دلیلش اینه که تمام ذرات و ترکیبات قهوه به یک اندازه استخراج نمیشن. یعنی چی؟ یعنی ما داخل کاپ نهایی قهوهمون ذراتی رو داریم که کم استخراج شدن، ذراتی رو داریم که مناسب استخراج شدن و ذراتی رو داریم که بیش از حدی که ما نیاز داریم استخراج شدن. بنابراین کاپ به طور یک نواخت حاصل استخراج های یک نواخت نیست. به خاطر همین از بازده استخراج متوسط استفاده میکنیم. معمولا بازده استخراج متوسط رو با غلظت اشتباه میگیرن. غلظت به میزان اون آبی بستگی داره که قهوه ما رو در خودش حل کرده. یعنی غلظت منوط به آبه. آقای ارل ای لاکهارت میاد یه نموداری رو به ما ارائه میده که هم مفهوم غلظت رو بهتر بفهمیم، هم ارتباطش با طعم‌ها رو و هم باز استخراج متوسط رو در این بین بتونیم که بهتر بفهمیم. نمودارش رو الان میبینیم. نمودار به این صورته که محور افقی تو این نمودار باز استخراج متوسط رو میگه و این باز استخراج متوسط روی پروفایل طعمی ارتباط داره. حالا میگم چرا این پروفایل طعمی رو گفتم. هرچی بیشتر پیش میریم تو محور افقی طعم‌ها یه مقداری زننده تر میشن و شدیدتر میشن. یعنی بالای 24% رو ما استخراج بالا در نظر میگیریم، حالا این نمودار در نظر گرفته، و طعم‌ها رو زننده و بیش از حد حالا مثلا تلخ میکنه و پایین 18-19% رو under extracted یا کم استخراج شده، واقعا حالا ترجمه بهتری پیدا نکردم، در نظر میگیره که طعم‌های حالا مثلا ناخوشایندی مثل چمن و بادوم زمینی و اینا میده به قهوه‌مون. حالا یه بازه‌ای بین 18-19% تا 24% رو این کتاب در نظر گرفته برای بازده استخراج متوسط. میگه اینجا جاییه که طعم‌ها خوبن، مناسب استخراج شده، عطراییه که باید باشن، تلخی زننده و بیش از حد نیست، اسیدیته در حد مناسبش قرار داره و کلاً بازه ایدئالیه برای استخراج. از اون طرف محور عمودی یا غلظت رو داریم که با چیز سر و کار داره؟ با شدت طعم سر و کار داره. یعنی مثلا اونجا ما با پروفایل طعم سر و کار داشتیم تو باز استخراج متوسط، ولی اینجا با شدت همون سر و کار داریم. خب میاد چی میگه؟ میگه هرچی غلظت کمتر باشه شدت طعم ضعیفتره. اینجا برای توصیف اون شدت طعم ضعیفتر از کلمه ویک استفاده کرده. یعنی نمیگه پروفایل طعمیای متفاوتی به دست میاریم، میگه هر چی به دست آوردی اگه غلظت کم باشه ویکه، اگر هم هرچی بیشتر پیش بریم غلظت بیشتر باشه، بین بازده استخراج 1.2% تا 1.5% رو بازده استخراج خوب در نظر گرفته. بیشتر از اون هرچی باشه شدت طعم بالاتره و استرانگ، حالا توصیفی که استفاده کرده برای اون طعم‌ها. ما موارد خیلی کمی رو داریم که
بیشتر از این باز استخراج متوسط 24% و کمتر از 19% طعمای خوبی رو میشه یافت کرد، ولی خیلی نادرن. یعنی این بازه‌ای که خوبه، باید همین به این کارمون رو انجام بدیم. حالا یه قهوه مثلا 20% طعم بهتری داره، یکی 23%، اون دیگه بسته به قهوه‌ایه که داریم. حالا راجع به بازه استخراج متوسط کتاب چیزی به ما میگه که بازه استخراج متوسط زیاد سلیقه‌ای نیست. یعنی اون پروفایل طعمی معمولا یه جای خیلی کمی میشه روش مانور داد که خوب باشه به همه سلیقه هم بخوره، ولی غلظت متفاوته. غلظت خیلی سلیقه‌ایه. ما مثلا توی اسپرسو غلظت خیلی زیادی رو داریم، بین 7 الی 12% رو مطرح میکنه این کتاب، و حالا مثلا توی قهوه‌های دمی غلظت کمتره. بنابراین رو غلظت زیاد میشه مانور افتاد، ولی روی بازه استخراج متوسط نه. اندازه ذرات، ما اینجا قهوه سیدامو رو داریم. حالا راجع به بخش قبلی که راجع به پروفایل طعم بود، اینجا برای سیدامو نوشته که دراید اپریکاتس و سویت لیمون فلیور نوتاشه، طعم‌هاشه. یعنی اگر که ما خوب استخراج رو انجام بدیم یه همچین طعمایی رو باید به دست بیاریم: زردآلوی خشک و لیمو شیرین، و یه مقداری هم طعم‌های آجیلی رو توی قهوه سیدامو از اتیوپی میشه احساس کرد، ولی خب اون طعم ایدئالش همین دوتاست. مقوله بعدی بحث اندازه ذرات. من دوست دارم که قهوه رو آسیاب بکنم، بعد راجبش صحبت بکنیم، ببینیم که اندازه ذرات چه تأثیری دارن. الان میخوام 15 الی 16 گرم، تقریبا 15-16 گرم قهوه سیدامو رو آسیاب بکنم. وقتی که قهوه رو آسیاب میکنید اندازه ذرات متفاوتی به ما میده. بعضی از این ذره ها که حالا شاید دقیقاً با چشم نشه تشخیص داد، ولی بعضی از این ذره ها اونقدری کوچیکن که فقط از سلول های شکسته قهوه تشکیل شدن. به اینا میگن فاینز. فاینز ها چرا اهمیت دارن؟ چون که وقتی این سلول ها شکستن و کوچکترن، راحت تر میتونن ترکیبات خودشون رو با آب قاطی بکنن و به کاپ قهوه‌ای ما برسن. یعنی چی؟ یعنی خیلی از درصد زیادی از طعم و عطر قهوه ما به همین فاینس ها، همین ریز ذرات کوچیک، سلولای شکسته و اینا بستگی داره. به خاطر همین ما به فاینس ها خیلی اهمیت میدیم. اینا خیلی زودتر با آب حل میشن، خیلی زودتر داخل کاپ ما حسشون میکنیم، ولی ذرات بزرگتری رو ما داریم از اون طرف که مثلا بعضیاشون شامل روغن ها میشن. روغن ها خیلی دیرتر تمایل دارن با آب قاطی بشن، با آب حل بشن و شسته بشن و برسن به در حقیقت کاپ ما. یه سری ترکیبات مثل کافئین ما داریم که توی ذرات بزرگترن، ولی برخلاف روغن ها دوست دارن که سریع حل بشن با آب و ما با سرعت اونا رو میتونیم که استخراج بکنیم. من یکم راجع به دما صحبت بکنم. کتاب The Physics of Filter Coffee، حالا یکم راجع به دما صحبت کردم، دوباره یه سری نکات رو راجع به اندازه ذرات بهتون میگم، ولی کتاب The Physics of Filter Coffee خیلی میاد فرمولای متعددی رو میده و دقیقی رو میده که ما بتونیم راجع به دما خیلی خوب و دقیق مثلا کارمون رو انجام بدیم. حالا ما به اون نمیپردازیم، ولی راجع به دما اهمیتش به خاطر آبه. آب هر چقدر دماش بالاتر باشه به زبان ساده، ما سریعتر ترکیبات رو حل میکنیم، استخراج سریعتری رو خواهیم داشت. حالا من میخوام با این سیدامویی که آسیاب کردم یه V60 درست کنم، یکم راجع به اندازه ذرات صحبت کنیم، انواع مختلف قهوه رو بسنجیم و یه قهوه‌ای داشته باشیم، ببینیم طعمش توی اون نمودار ارل ایلاکارت کجاست.
الان قهوه آسیاب شده رو ریختم داخل V60. V60 یه نوع قهوه فیلتره. کتاب میاد قهوه ها رو، قهوه های دمی رو به دو بخش تقسیم میکنه. یکی قهوه های قوطه‌ور یا ایمرژن، یکی قهوه های فیلتراسیون یا پرکولیشن. قهوه های قوطه‌ور چی هن یا ایمرژن؟ قهوه هایی هن که ما میایم ذرات قهوه رو با آب یک جا قرار میدیم و اجازه میدیم که دماوری انجام بشه. پدیده ای که باعث میشه که این دماوری انجام بشه پدیده دیفیوژن یا پخشه. یعنی ما مثل قهوه‌های فیلتر آب رو جریان نمیدیم روی ذرات قهوه و به جاش آب و ذرات رو که یه جا قرار دادیم با پدیده پخش این دماوری انجام میشه. پخش میاد چیکار میکنه؟ به صورت طبیعی جایی از محلول که غلیظ‌تره رو میبره به سمت جاهایی که رقیق‌تره. توی این نوع روش دماوری خوبیش اینه که حساسیت نسبت به زمان کمتره ولی مرسوم‌تر نیست. چرا؟ چون مثلا ممکنه که ما ذرات رو داخل قهوه‌مون حس بکنیم، ذرات مثلا خوب ترکیب نشن، اکسترکشن خوب انجام نشه و از این دست مسائل. ولی نوع قهوه فیلتراسیون، فیلتر به اصطلاح، که V60 جزء اوناست که من الان میخوام درست بکنم، جریان آب رو ما روی ذرات داریم به صورت مداوم و به خاطر همین طعم‌های شفافتر و تمیزتر و قابل لمس‌تری داریم، چون که آب میاد به صورت خیلی جالبی میاد و میشوره ترکیبات قهوه رو و میریزه داخل کاپ. من میخوام آبی که با دمای 100 درجه دارم برای قهوه سیدامو رو بریزم و باش قهوهم رو درست بکنم. اجازه بدید. خب یه نکته راجع به اندازه ذرات وجود داره. چیه؟ اینکه من اگر که فرض بر این بگیریم که هر بار از یک دما یک نوع آسیاب و در حقیقت دیگه چه موردی هست، اگر به طور کاملا یک نواخت هر دفعه آب رو جریان بدم روی ذرات قهوه، باز هم طعمای متفاوتی به من میده. اون دلیلش به خاطر تفاوت اندازه ذرات قهوه است که من توی فیلترم دارم. اون ذرات قهوه راجع فاینسا صحبت کردیم، ذرات بزرگتر صحبت کردیم، روغن‌ها، کافئین و غیره، ترکیبات خیلی زیاد دیگه‌ای هم هست و دلیلش هموناست، چون هر دفعه من اندازه ذرات متفاوتی دارم، بنابراین طعم متفاوتی هم دارم. خب دماوری انجام شد و من میخوام که قهوه‌مو رو سرو کنم. یک کمی یه چند دقیقه‌ای باید اجازه بدیم که قهوه یه مقداری سردتر بشه، طعم‌ها واضح‌تر باشن. عطری که داره، من شاید بتونم که زردآلوی خشک رو یه مقداری احساس بکنم، یه مقداری طعمای عطرای آجیلی رو حس میکنم. باید دید که طعمش هم چطوره. راجع به طعم این قهوه من میتونم بگم که غلظت مناسبه، یعنی شدت طعم نه کمه نه زیاده. شاید یک مقداری گفت شدت طعمش کم باشه ولی راجع به باز استخراج متوسط و پروفایل طعمی من حس میکنم که قهوه‌م اوور اکسترکتد شد. یعنی بخوام توی نمودار ارلی لاکهارت بگم، قهوه‌م یه مقداری به سمت هارش رفت. شاید که من اکسترکشن رو بالای 24% بوده، شاید خود 24% بوده، ولی فکر میکنم که این باید یه مقداری دقت میکردم.
مرسی که تو این ویدیو همراه من بودین. فصل اول کتاب The Physics of Filtered Coffee تموم شد. تا ویدیوهای بعدی، صحبت‌های جدید و یادگیری‌های متفاوت و جذاب، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.